اگر همیشه رویای زندگی در آلمان رو داشتید یا حتی فقط به مهاجرت فکر کردید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. امروز می‌خوایم با هم 0 تا 100 مهاجرت به آلمان رو بررسی کنیم. از انواع روش‌های کاری و تحصیلی تا مزایا و معایب زندگی در آلمان، از بورسیه‌های تحصیلی گرفته تا اینکه اصلاً آلمان برای چه کسانی مناسبه و برای چه کسانی اصلاً توصیه نمیشه. برای اینکه این مسیر رو شفافتر و راحت‌تر درک کنید، من همه مطالب رو به شکل مایند مپ هم آماده کردم تا با یک نگاه تصویر درست و کامل این مسیر توی ذهنتون شکل بگیره. تا آخر ویدئو با من باشید چون قرار واقعیت‌ها رو همونطور که هست بشنوید، نه فقط حرفای قشنگ. خب، آماده اید شروع کنیم؟ خب، قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، در ابتدا میخوام دلایل محبوبیت آلمان رو براتون بگم. من این محتوا رو بر اساس 50 رفرنس معتبر سال 2025 تهیه کردم و همه موارد رو توی همون مایند مپی که گفتم مرحله به مرحله چیدم که بعد از مقدمه شامل موارد زیر هستن. انواع ویزاها و روش‌های مهاجرت، از ویزای کاری و تحصیلی تا روش‌های خاص. شرایط عمومی مهاجرت، پیش نیازهایی که باید قبل از اقدام داشته باشید. هزینه‌های زندگی و تحصیل 2025. مرور مسیرهای کلی و مراحل اقدام. بازار کار و درآمد. اقامت دائم و تابعیت، از ویزای موقت تا شهروندی آلمان. چالش‌ها و سختی‌های مهاجرت، مسائلی که کمتر کسی دربارشان حرف می‌زنند. دانشگاه‌های برتر، بهترین انتخاب‌ها برای تحصیل با بودجه محدود. حالا چرا آلمان میتونه یک کشور ایدئال برای بعضی افراد باشه؟ محبوبیت این کشور بی‌دلیل نیست. ترکیبی از اقتصاد قوی، فرصت‌های شغلی فراوان، سیستم آموزشی با کیفیت و مقرون به صرفه و کیفیت بالای زندگی باعث شده آلمان در لیست برترین مقاصد مهاجرت دنیا قرار بگیره. کم شهریه کم یا رایگان. بسیاری از دانشگاه‌های دولتی آلمان چه برای دانشجویان داخلی و چه بین‌المللی شهریه بسیار پایین یا حتی رایگان ارائه می‌کنند. این رویکرد از این باور می‌آید که آموزش یک کالای تجاری نیست، بلکه یک حق عمومی است. آموزش با کیفیت جهانی. دانشگاه‌های آلمان در رده‌بندی‌های معتبر جهانی جایگاه‌های بسیار خوبی دارند و بعضی حتی در میان 100 تا 200 دانشگاه برتر دنیا هستند. تنوع رشته‌های تحصیلی. آلمان برنامه‌های تحصیلی متنوعی به زبان انگلیسی ارائه می‌دهد، به ویژه در مقاطع ارشد و دکترا. رشته‌های مثل مهندسی مکانیک، برق، عمران، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پزشکی جزو پرتقاضاترین ها هستند. فرصت‌های بورسیه. سازمان‌هایی مثل DAD انواع بورسیه ها را برای دانشجویان بین‌المللی ارائه می‌دهند که می‌تواند هزینه تحصیل، زندگی و بیمه را تا حد زیادی پوشش دهد. امکان کار حین تحصیل و پس از آن. دانشجویان بین‌المللی می‌توانند 120 روز کامل یا 240 نیم روز در سال کار کنند. بعد از فارغ التحصیلی هم 18 ماه فرصت دارند تا کار مرتبط پیدا کنند و در صورت موفقیت ویزای کاری دریافت کنند. خب، بریم سراغ اولین روش مهم مهاجرت به آلمان در سال 2025، یعنی اقدام از طریق ویزای ازدواج که بهش ویزای پیوست آلمان هم میگن. این روش برای افرادیه که میخوان به همسر یا خانوادهشون که در آلمان زندگی میکنه ملحق بشن. خب، حالا شرایط اصلی ویزای ازدواج چیه؟ فردی که در آلمان هست باید یا تابعیت آلمانی داشته باشه یا اقامت دائم این کشور. رابطه باید قانونی و ثبت شده باشه، یعنی سند ازدواج رسمی یا مدرک معتبر لازم دارید. هر دو نفر باید بالای 18 سال سن داشته باشند. فرد مقیم آلمان باید تمکن مالی و مسکن مناسب برای زندگی مشترک رو اثبات کنه. همسر یا نامزد متقاضی باید مدرک زبان آلمانی سطح A1 از مؤسسه‌های معتبر مثل گوته داشته باشه
خب حالا روند اقامت و تابعیت از طریق ازدواج به چه صورته؟ اول یک اقامت موقت 3 ساله داده میشه. بعد از 3 سال اقامت قانونی و گذشت حداقل 2 سال از ازدواج میتونید برای تابعیت آلمان اقدام کنید. امکان دریافت اقامت دائم هم بعد از 3 سال و در صورت داشتن درآمد کافی و تسلط به زبان وجود داره. با اقامت دائم میتونید بدون محدودیت در آلمان زندگی کنید و آزادانه در حوزه شینگن رفت و آمد داشته باشید. اگر قبل از 3 سال ازدواج جدا بشید یا طلاق بگیرید، اقامت لغو میشه، مگر در شرایط خاص مثل خشونت خانگی، داشتن شغل تخصصی یا فرزند مشترک. همچنین ازدواج سوری جرم محسوب میشه و میتونه منجر به زندان، جریمه یا اخراج از آلمان بشه. جا داره اشاره کنم مدارک ازدواج بسیار سختگیرانه بررسی میشن. مزایای این کار همینه که پوشش بیمه میگیرید و امکان دریافت شهروندی آلمان رو خواهید داشت و خب، دومین روش مهم مهاجرت به آلمان در سال 2025 مهاجرت کاریه. آلمان به خاطر اقتصاد قوی، نرخ بیکاری پایین، تقاضای بالا برای نیروی کار ماهر و البته سطح بالای کیفیت زندگی یه مقصد فوق‌العاده برای مهاجران کاریه. حالا بیایید ببینیم مسیرهای اصلی مهاجرت کاری چه چیزهایی هستند. مسیر اول، ویزای کاری معمولی، Employment ویزا یا Job Offer ویزا. این ویزا مخصوص افرادیه که یک پیشنهاد شغلی معتبر یا همون جاب آفر از یک کارفرمای آلمانی گرفتن. اما شرایط این ویزا به چه صورت است؟ داشتن قرارداد کاری از یک کارفرمای معتبر آلمانی، مرتبط بودن مدرک تحصیلی یا سابقه کاری با شغل پیشنهادی، داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه کار مرتبط، تسلط به زبان آلمانی معمولاً در سطح B1 است. مدت زمان پردازش این ویزا معمولاً بین 1 تا 3 ماه است. مسیر دوم، کارت آبی اتحادیه اروپا یا EU بلو کارده. این ویزا مخصوص متخصصان ماهر و با مدرک دانشگاهی معتبر و پیشنهاد شغلی با حقوق بالاتر از میانگین طراحی شده. شرایط اصلی این ویزا داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاست. داشتن پیشنهاد شغلی معتبر با حداقل حقوق تعیین شده. بدون نیاز به مدرک زبان آلمانی خاصی حتی نیست، به خصوص اگر محل کار شما به زبان انگلیسی باشه. با مدرک زبان B1 تنها بعد از 21 ماه کار میتونید اقامتی دائم بگیرید. بدون مدرک زبان این زمان 33 ماهه. پس اگر مدرک دانشگاهی قوی دارید، کارت آبی یکی از بهترین و سریع‌ترین بلیط‌های ورود به آلمانه. مسیر سوم، ویزای جستجوی کار یا جاب سیکر ویزا. این ویزا به شما این امکانو میده که بدون داشتن پیشنهاد شغلی از قبل وارد آلمان بشید و تا 6 ماه اونجا بمونید تا دنبال کار بگردید. شرایط ویزا: نیازی به جاب آفر یا قرارداد کاری قبل از ورود نیست. باید تمکن مالی کافی برای پوشش هزینه‌های زندگی خودتون در این 6 ماه رو اثبات کنید. طبق قوانین جدید میتونید در طول دوره جستجوی کار پاره وقت تا سقف 20 ساعت در هفته کار کنید. به محض پیدا کردن شغل میتونید نوع ویزای خود رو به ویزای کاری یا کارت آبی تغییر بدید و در مسیر اقامت دائم قرار بگیرید. پنو مسیر چهارم، کارت شانس یا Opportunity Card. این ویزا بر پایه سیستم امتیازدهی کار میکنه و به شما این فرصت رو میده که بدون جاب آفر وارد آلمان بشید و 1 سال کامل برای پیدا کردن کار وقت داشته باشید. حالا چطور امتیاز بگیریم؟ سن، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، مهارت‌های زبانی. برای گرفتن این ویزا باید حداقل 6 امتیاز کسب کنید. اگر بعد از 1 سال موفق به پیدا کردن شغل تخصصی نشدید، میتونید تا 2 سال دیگه تمدیدش کنید. مسیر پنجم، ویزای خود اشتغالیه، Self Employment ویزا. این ویزا به شما اجازه میده بدون جاب آفر و با عنوان کارفرمای خودتون در آلمان فعالیت کنید.
برای هنرمندان، کارآفرینان، مشاوران، متخصصان و بسیاری حرفه‌ای تخصصی عالیه. خب، حالا شرایط اصلی این ویزا رو با هم بررسی می‌کنیم. اول اینکه نوع فعالیت تجاری باید مورد نیاز بازار آلمان باشه. تمکن مالی برای پوشش هزینه‌های زندگی و شروع کار الزامیه. طرح تجاری باید قوی، دقیق و قابل دفاع باشه. جاب آفر لازم نیست، چرا که شما برای خودتان کار میکنید. مدرک زبان آلمانی الزامی نیست، ولی داشتنش کمک بزرگی میتونه به شما بکنه. شامل مشاغلی مانند پزشکان، وکلا، معماران، نویسندگان، مترجمان، بازیگران، طراحان مد و بسیاری تخصص‌های دیگه میشه. بلو کارت فقط برای کارمندان با حقوق بالا و پیشنهاد شغلی معتبر است. ولی این ویزا برای کسانی است که می‌خواهند مستقل کار کنند و کارفرمای خودشان باشند. خب، حالا که مسیرهای مهاجرتی رو گفتیم، باید یک بخش مهم حیاتی رو با هم بررسی کنیم، یعنی چالش‌ها و سختی‌های زندگی در آلمان. این بخش معمولا شرکت‌های مهاجرتی خیلی بهش اشاره نمی‌کنن، اما من بر اساس نظرات واقعی مردم و گزارش‌های رسمی بهتون در این ویدیو دارم خدمتتون میگم. اولین و بزرگترین چالش زبان آلمانیه. یادگیری زبان آلمانی یکی از سخت‌ترین و زمانبرترین بخش‌های مهاجرته، چرا که الفبای متفاوتی با فارسی داره، جایگاه فعل و صفت در جمله متغیره و یادگیریش نیاز به تمرین داره. بعضی‌ها فکر می‌کنن اگر زبان آلمانی را خوب یاد نگیرید، مشکلی براشون پیش نمیاد. اما اول از همه پیدا کردن شغل و پیشرفت کاری به شدت سخت میشه. احساس انزوا، تنهایی و بیگانگی در جامعه بیشتر میشه و ارتباط برقرار کردن سخت‌تر میشه. زندگی فقط با زبان انگلیسی بجز چند شهر محدود مثل برلین یا مونیخ واقعاً سخت و محدود هست. آلبانی‌ها معمولاً آدم‌های محافظه‌کار و رسمی هستند و بدون تسلط به زبان صمیمی شدن باهاشون چالش بزرگیه. دسترسی به خدمات مهم مثل اداری، پزشکی و قانونی که اغلب به زبان آلمانی است برای شما سخت و پیچیده می‌شود و می‌تواند باعث اضطراب و ناامنی شود. حالا بیایید درباره یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات مهاجرت صحبت کنیم: هزینه‌های زندگی در آلمان. بیشترین پول شما صرف اجاره خانه می شود. اجاره ها در شهرهای بزرگ مثل مونیخ، برلین و فرانکفورت به شدت بالا رفته. مثلا آپارتمان کوچکی که قبلا 800 یورو بود، الان ممکنه 1500 یورو باشه. کمبود شدید مسکن هم باعث شده رقابت برای پیدا کردن خانه سخت‌تر بشه و ودیعه‌های اولیه هم معمولاً 3 ماه اجاره میشه. اگر دانشجو هستید، خوابگاه آپارتمان‌های مشترک گزینه‌های ارزان‌تر بین 200 تا 700 یورو در ماه میشه. هزینه‌های ماهانه خرید مواد غذایی معمولاً بین 150 تا 300 یورو در نظر بگیرید. سیستم حمل و نقل عمومی آلمان بسیار کارآمده و برای بلیط ماهانه بین 30 تا 60 یورو در نظر بگیرید. آلمان مالیات نسبتاً بالایی از درآمد می‌گیرد. این مالیات‌ها صرف تأمین خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش رایگان می‌شوند. با این حال برخی مهاجران احساس می‌کنند که با وجود مالیات بالا، خدمات کافی و مستقیم به آنها نمی‌رسه. داشتن بیمه درمانی برای همه ساکنان از جمله مهاجران اجباریه و بدون آن نمی‌توان ویزا گرفت یا اقامت دریافت کرد. آلمان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مالکیت خانه در اتحادیه اروپا را دارد. بیش از نیمی از مردم مستأجر هستند. برای خیلی‌ها اجاره نشینی تا پایان عمر عادی است و خرید خانه به عنوان یک رویا یا نیاز ذاتی دیده نمی‌شود. حتی افراد با درآمد بالا هم در شهرهای بزرگ خرید خانه را دشوار می‌بینند. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که مهاجران در آلمان با اون مواجه میشن پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداریه. مهاجرت به این کشور معمولاً شامل مراحل پیچیده‌ای است که نیاز به جمع‌آوری مدارک متعددی، انجام مصاحبه‌ها و انتظار طولانی برای تایید درخواست داره. مثلا باز کردن یک حساب بانکی در آلمان ممکن است هفته‌ها طول بکشه تا کارت و رمز اون از طریق پست به دست شما برسه. گرفتن نوبت برای دیدن پزشک، به ویژه پزشک متخصص، میتونه ماه‌ها زمان ببره. به طور کلی دریافت پاسخ از هر نهادی در این کشور زمان بره و این موضوع باعث میشه زندگی روزمره برای مهاجران را سختی‌های زیادی همراه باشه. آلمانی‌ها خودشان به این روال آهسته آهسته میگویند و صبورانه با آن کنار میآیند. از طرفی بوروکراسی در آلمان بسیار زیان است و برخلاف ایران کارها به صورتی کتبی و رسمی انجام می شود.
مهاجران بارها نامه‌هایی دریافت می‌کنند که اغلب شامل اخطار یا درخواست پرداخت هزینه هستند. اشتباه در ارسال یک فرم ساده می‌تواند جریمه‌های چند صد یورویی به دنبال داشته باشد. سیستم خدمات بهداشتی و پزشکی در آلمان یکی از پیشرفته‌ترین و با کیفیت‌ترین سیستم‌های جهانه، اما مشکلاتی هم داره. اول از همه داشتن بیمه درمانی در آلمان برای همه ساکنان از جمله مهاجران اجباریه، اما فرایند دریافت بیمه و انجام مراحل اداری اون میتونه بسیار زمانبر و پیچیده باشه. بیمه درمانی در 2 نوع اصلی ارائه میشه: بیمه دولتی یا GKV که حدود 90% جمعیت رو پوشش میده و برای افرادی با درآمد کمتر از سقف مشخص اجباریه، و بیمه خصوصی یا PKV که برای افرادی با درآمد بالاتر یا در گروه‌های خاص مانند خوداشتغالان مناسبه و معمولا خدمات سریعتر و گسترده‌تری ارائه میده. برای دانشجویان بین‌المللی نیز داشتن بیمه درمانی ضروریه و معمولاً هزینه حدود 120 تا 130 یورو در ماه داره. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه تا دید بهتری نسبت به هزینه‌های زندگی و چالش‌های مهاجرت به آلمان داشته باشید. همونطور که دیدین، زندگی در آلمان فرصت‌های زیادی داره، اما بدون آگاهی از این مسائل ممکنه مسیر سخت‌تر بشه. پس حتما قبل از هر تصمیم مهم خوب تحقیق کنید و برنامه‌ریزی داشته باشید. اگر سوال یا تجربه‌ای درباره زندگی در آلمان دارید، توی کامنت ها برامون بنویسید. خیلی خوشحال میشیم و حتما جواب میدیم. اگر ویدیو براتون مفید بود، لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.